هفته خبر تو خبر داره براتون از عظمای سرگردونی که این دم آخری مجبور شده عباب و عمامه رو صفر بچسبه و دم به نظامش رو به ریش یه دولت جوون حزب اللهی گره بزنه. به دولت جوان و حزب اللهی معتقدم و به اون امیدوارم. جوجه بسیجیان به دست و پا افتادن تا شاید از این دولت جوون حزب اللهی یه چیزی بهشون بماسه. این که طرف بیاد حرفای قشنگ بزنه من 1 میلیون شغل تولید ما چجوری تولید میکنی؟ باید به ما توضیح بدی. دیگه والا دیگه دوره پینوکیو بودن گذشته، دیگه واقعا خسته کننده شده و شما جوان‌ترهایی که عمده کسانی عزیزان که حالا دارید حرف منو گوش میدید هم جوونیم دیگه، هم سن سال خودم، یه خورده بیشتر کمتر، اینا رو باید مطالبه بکنیم و به دولت جوان وطن دوست انقلابی رأی بدیم که باج نده، ازش حساب ببرن و ببینید ظرفیت‌های کشور ما نشون دیگه بدتر از این نمیشه کشور تحریم کرد. اما عظما 2 جمله بعد شفاف سازی کرد و گفت یه دولت قاسم نشان میخواد. بعضی ها تا سنین بالا هم به یه معنا جوانن. حالا همین شهید عزیزی که شما ازش اسم بردید و بنده شب و روز به یاد او هستم، شهید سلیمانی، ایشون که خب 60 و چند سال سنش بود دیگه، ایشون که خیلی جوان نبود. اگر 10 سال دیگه هم زنده میمون و بعد زنده میموندم و بنا بود که من مشخص بکنم، او رو در همین جا نگه می‌داشتم. عظمای زوار در رفته فکر میکنه با دولت جوون حزب اللهی میتونه نظامش رو نجات بده، اما خبر نداره که مشکل تو اوراق شدن کل نظامه و هیچ کس نمیتونه بهش کمکی بکنه. شیخ بری هم که خیلی بهش برخورده بود و دوزاریش افتاده بود که عظما میخواد کله پاش کنه، فرصت رو مناسب دید و با این جفتکای آخوندی رفت تو صورت عظما. اگر میخوایم این نظام ما بمونه پایدار، باید 2 تا 3 تا حزب اصلی در کشور درست شن، اینا به تناوب قدرت در دست بگیرن، خودشون هم مسئول باشن، خودشون جوابگو باشن، خودشون هم تبلیغ بکنن. کار خیلی سختی است اینجوری کشور رو اداره کردن. هم ما میخوایم انتخابات داشته باشیم، یعنی هم مدل دموکراسی رو به طور کامل ما میخوایم اجرا بکنیم اینجا، هم لوازمش رو میخوایم قبول نداشته باشیم. شیخ بری قبل از این ادا و اصولا باید یه نگاهی زیر پاش بندازه وگرنه یه چنین بلایی سرش میاد. عظما در جواب شیخ بری گفت دموکراسی و حزب‌بازی و این حرفا به نظام نیومده، رفراندوم هم خوبه اما نه برای نظام ولایت بلکه برای فلسطینیا. ما گفتیم این مردمی که در این منطقه زندگی میکنن از اینها یک نظرسنجی بشود، یعنی یک رفراندومی انجام بگیره، رژیم حاکم بر این منطقه رو رفراندوم معین کنه، مردم معین. بله، طبق معمول آخوندا هر وقت که تو بحران‌های داخلیشون گیر میکنن شروع میکنن به پیله کردن به این و اون و لگد پرونی به سمت بقیه کشورها. دنیا بشنون ما علاوه بر پایگاه‌های امریکا در مناطقی که بالاخره در افغانستان و در عراق و در کشورهای مثل کویت و امارات و قطر و اینها هستن، ما همه شناورهای اونها، ناوهای اونها، رزمناوهای اونها، همه اینا رو تا فاصله 2000 کیلومتر زیر آتش موشکامون داریم و دائما داریم رصد میکنیم. اینا فکر کنن اگه 400 کیلومتر از ما دور شدن اینا زیر آتش ما نیستن. هر نقطه‌ای باشن فقط کافیه جرقه جنگ زده بشه، ما اول ناواشون رو میزنیم، اول ناواشون رو میبریم زیر آتش، پایگاه هواییشون رو میزنیم، پایگاه زمینیشون رو میزنیم و به نظر من بی خودی دارن هزینه میکنن. امریکا باید جمع کنه اینجا بره. یه جوری میگه با موشک ناواشون رو میزنیم، انگار نه انگار که همینا بودن که هواپیمای اوکراینی رو روی هوا و ناوچه کنارک رو تو دریا زدن.
نشونگیری این مادر از سامانه موشکی آخوندا بهتره. با این حال قمپوزای آخوندا ادامه داره و هر بار خالیبندی جدیدی رو میکنن. سردار سلیمانی دسترسی ایشون و تیمشون و نیروهای مقاومت در داخل سرزمین‌های اشغالی تا داخل اتاق خواب مقامات ارشد رژیم صهیونیستی. یکی نیست به این دیپلمات تروریست چاخان بگه شما یه پراید سالم تولید کنید، دسترسی به اتاق خواب بقیه باشه طلبتون. از اونجایی که خود آخوندان میدونن که همه این هارت و پورت ها باد حواسو در دنیای واقعی کشکم نمیتونن بسابن، به همین خاطر دست به دامن انیمیشن میشن و با ساخت این کارتونای مسخره به بسیجیای بزدل روحیه میدن. پرنده های اسرائیلی در تیررس شما هستند. بیایید بهشون نشون بدیم ایرانی‌ها همیشه لبخنده میزنن. اعلام به تمامی واحدها درگیر میشیم. جا سپر تاکتیکی ذوالفقار 5. تمام شبکه‌های راداری در حال کشف و جستجوی اهداف برای درگیری در سطح شماره 3 هستند. شنیدم. به شلیک ادامه میدید. تمامی واحدها آماده درگیری هستند. اعلام به تمامی واحدها آماده برای انجام طلب پدافندی در سطح شماره 3. طبق گزارش‌های رسیده ستون‌های زرهی سپاه اسلام پیشروی خودشون را به سمت نقطه اصلی شهر یعنی مسجد الاقصی آغاز کردند. شهرهای مهم تل‌آویو و حیفا عملاً خالی از سکنه هستند. دریافت شد، میریم داخل. بیش از 2500 نفر از سربازان صهیونیست خودشون رو تسلیم نیروهای متحدین اسلام کردند و همکنون اینایی که دیدید همش انیمیشن بود. پاسدارای گیج تو این وضعیت اگه بخوان جایی یا چیز رو بگیرن یه چنین حالتی دارن. پاسدار حاجی زاده به قدری تو نظام مفتضح شده که مجبورن این روزخونها رو بیارن توی تیوریش تا با این حرفا براش باله کشی کنن. سردار حاجی زاده آبروشون رو کف دست گرفت. خدا شاهده، من اعتقادم اینه روز قیامت مقامی خدا به این سردار خواهد داد که شهدا قبطشو بکنن. چرا؟ چون شهدا جانشون رو دادن، ایشون آبروشو داد. و من انقلابی بودن رو از سردار حاجی زاده یاد مشنگستان این هفته رو با این رپروزه بسیجی ها شروع میکنیم که خودش به اندازه کافی گویای میزان تنفر مردم از بسیجی ها و وضعیت درب و داغون نوچه های عظماست. یه درد مشترک بینمون هست میدونم، این دفعه واسط درد تو سینم میخونم. یکم ریش با پیرنی که یقشو بسته، یکم اخمالو با تر و تیپ بخسته. بچه پایینه حیا سرش میشه، بس ناموس باشه تا تهش میره. با یه چفیه تو 10-60 جا مونده، واسه جامعه شده مهمون ناخونده. رو دیوار اتاق شخص چمران و آوینی، آخه سوپر استاراش همیناست که میبینی. کل جامعه میگن این واقعا خوابه، یا چریا شده عکس با تانک جذابه. حرف حقش یا برچسبه یا تهمته، هر کی توهین کنه دموکراسی جرأته. بعد این همه کار بی‌مزد و منت، متهم به کارت واسه کسر خدمت. لباش میخنده دلش پر از غمه، واسه کل دنیا همیشه متهمه. تو دنیایی که تزویر و اسلام قاطیه، مردم میگن بسیجی افراطیه. از فامیل ترد شده با آشنا میجنگه، وقتی هرس میخوره از رو لج میخنده. توی دوگانگی بزرگ قوتوره، چون عاشق خطراشو به جون میخره. سیل زلزله کرونا فرقی نداره، واسه امنیت محال کم بذاره. تو ایران همه آزادن جز حزب اللهیا، پای امام باسی میگن ازدواجیا. عکس آزادی بیان رو دیوار پاره کردین، با ژست ناسیونالیسمی از وطن فرار کردین. شما آتیشش زدین اون عاشق شماست، ضرری تو کار نیست وقتی پای معامله خداست. ضرری تو کار. البته داستان به همینجا ختم نمیشه. وضعیت بسیجی ها بحرانی تر از این حرف هست. یه نمونهش رو خودتون ملاحظه کنید. با نام و یاد خدا، خدایی که انسان و شیطان و فرشتگان رو خلق کرده. من 5 ساله به
درجه سربازی یعنی فرشتگی رسیدم. همه تعجب میکنن، جایی میرم دوربینای مداربسته منو نمیگیره، لایو زنده منو بغلم کسی میاد نمیگیره. عرضم به حضورتون که غیر عادیه برای کسایی که خانم فاطمه زهرا رو قبول ندارن، الله خدا رو قبول ندارن. ماها که سربازای گمنامه امام زمانیم خندمون میگیره. تو روزایی که همه دنیا در تلاشن تا با جدیدترین دستاوردهای علم پزشکی خودشون رو به روز نگه دارن، آخوندا همچنان در حال نسخه پیچی‌های ولایی و این حرفای صدمنیقازن. بله. خب در مورد دندونای خراب این احتمال داره که این دندونا برگردن؟ بله، راجع به دندان خراب و شاید هم قبلا عرض کردم، این همون روغن هندوانه ابو جهل. اگر کسی میتونه این روغن را تهیه کنه، روغن هندوانه ابو جهل، اگر دندان سراخ داره و خورده شده، این روغن را بریزند و یه پارچه‌ای هم آغشته کنن به روغن و بذارن در اون سراخ یا محل خوردگی. 3 روز 4 روزی کار را تکرار کنن، به احتمال زیاد این دندان پر بشه. بساط کهنه فروشای عمامه دارم طبق معمول پهنه و مثل همیشه نوک تیز حملاتشون متوجه زنان هموطن ماست. خانوما تو کوچه راه میرید جاپات صدا نکند، برگردید ببیند کی است داره میاد ببینده. جاپات زن تو کوچه نباید صدا بده، کفشش تاق 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 صدا نده. قرآن بابا. یکی بعد از قرآن کریم 4 کتاب حدیث معتبر مال ما شیعاست. برادرانمون 6 تا دارن، ما 4 تا داریم. برادرانمون 6 تا دارن، ما 4 تا داریم. من لا یحضر یکیشه، اول جلد 4 حدیث مناهی معتبر خاتم الانبیا فرمودن زن نامحرم مثل زن من با مرد نامحرم مثل شما بیش از 5 کلمه حرف نزنه، یا پشت آیفون یا پشت تلفن. الو بفرمایید آقای احمدی هستن؟ نخیر. کی میان؟ نمیدونم. خداحافظ. این آخوند تانگه هم هر بار کلی فکر میکنه تا یه پرت و پلای جدید تحویل پامنبریاش بده. شما میدونید آمریکاییای خبیث وارد عراق که شده بودن، وارد شهر سامرا شده بودن، از دوستانی که بودن بپرسید، در خونه ها در میزدن، میگفتن مهدی تو این خونه‌یه؟ فکر میکردن حالا حضرت مهدی توی خانه برن دستگیرش کنن. اونا دنبال امام زمان میگردن دستگیرش کنن. مشنگ آخر این هفته هم ممجواد ظریفه که تا دیروز جلوی خبرنگارای خارجی پوز میداد که تحریم‌ها رو دور میزنن و حالا از قلمبا شدن 35 میلیارد دلار خبر میده. ما در واقع 35 میلیارد دلار به یک عبارتی ما مجبور شدیم در اختیار کسانی قرار بدیم که معلوم نیست الان کجاست، اون پول معلوم نیست کجاست، برای اینکه بتونن تحریم‌ها رو دور بزنن. I mean, there are always ways of going around the sanctions. We have a PhD in that area. رئیس قبلی تیوی ریش هنوز که هنوزه در حسرت از دست دادن کرسی ریاستشه و بعد از 30-40 سال اینجوری زیراب تلویزیون خامنه‌ای رو میزنه. تفاوت اساسی زمان من تا حالا اینه که اون موقع ما رسانه ملی بودیم، امکاناتون هم کمتر بود از حالا نسبت به حالا، ولی الان رسانه ملی دیگه نیست. مردم صدا و سیما رو با روزنامه کیهان یکی میدونن، یعنی اونجوری نیستش که تفاوت قائل بشن بگن این یه رسانه ملیه. سریال سوتیای تیوی ریش همچنان ادامه داره. همه رو ول کنید، ماسکش رو بچسبید. دانش آموزان ماسکش و دستکش دانش آموزان ماسک و دستکش داشته باشند. عرضه و فروش برد. دانش آموزان ماسکش و دستکش دانش آموزان ماسک و دستکش داشته باشند. عرضه و
در پایان توجه شما رو به شیرینکاری جالب و دیدنی با حباب جلب می‌کنیم. امیدواریم مورد توجه تو قرار بگیره.